تا حال عبارت گدای پردار شنیدین؟ ما حاضرم شرط بزنم که نه تنها که شنیدین که حتی بدیدین، به همون دو چشما مقبول خوب بدیدین. حتی حاضرم شرط بزنم که هر کدوم ما شما 3-4 تا از این گدای پردار به داخل قوم خویش و دوست آشنا خود داریم. نمیتونیه؟ اگه دروغ میگم بیاین بزنین به تگوش بغل سیخو. به سلام بچه خاله جان، حال احوال شما خیریت بچه خاله؟ خیریت؟ از خیریت دوست رگو طرفداره. کجا خیریت بچه خاله؟ چی کار شده؟ چه کار مستی بشه؟ ما هی بره قاشق ابرو جمع میکنیم که تو بری ملی بس رو به در رازی. خب چی کار شده؟ از این بیشتر چی مستی بشه؟ ابرو ایل و قبیله ما رو بردی، خجالت، شرم، حیا هیچی نکشیدی. بالاخره میگی چی کار یا نه؟ چی کار کردیم که ابرو ایل و قبیله رو بردم؟ تو خجالت نکشیدی که برفتی ملی بس سوار شدی؟ کی؟ من؟ چی وقت؟ همین پره روز خیال کردی که بچیش مدار مردم پوت میمونه. تمام شهر چه افتاده که شریف خان ملی بس شیشته. آها پری روز ایت شد که موترم خراب شد، مجبور شدم که به ملی بس بیام. خب چرا به تاکسی نیامدی؟ خب ملی بس هم اون مسیر میام، ارزون ترم بود. تو فکر ارزون تر افتادن رو میکنی؟ فکر آبرو ایل و قبیله ما رو میکنی؟ آبرو عزت ایل و قبیله ما تو 50 روپیه افروختی، آبرو فروش. یعنی حالا ما باعث بیابرویی قوم و قبیله شدم؟ پس چی خیال کردی؟ تو بسته همین قومی مطالعه کردی که ملی بس و این فلان کجای مطالعه لینی بشینه؟ حتمی امروز که ملی بس شیشتی جلوتو نگیرم سبب رکشا هم میشینی. حالا شده که شده. شده که شده. ما از خود رو آبرو داریم. پارسال مردم تو رو به رو باسکل دیدن، نصف آبرو ما اون گرفت. حالا که ملی بس شیشتی ما اشتا سر خور بین مردم بالا بکنه. مردم هم تنها میدن که بچه خاله تو ملی بس بشینه. ما که لاف و پتاق با کل شهر وردیشته این بیابرویی به کجا ببریم؟ حالا به هیچ چی نمیگم، تو میگی. اصلا تو میفهمی که من به کدو چکی ملی بس شیشته بودم؟ چی فرق میکنه؟ به هر چکی شیشته بودی دیگه. حالا که کل آبرو ما برفت. نه باشه که نشونه بدیم. به همون چوکی شیشته بودم که تو به تاریخ 5 هوت سال 1392 شیشته بودی. یا تاماد؟ منظور تو چیه؟ اتفاقا به چوکی که شیشتم شروع کردم به خواندن یادگاری‌ها که بروی چوکی نوشته شده بود. یکی از یادگاری‌ها به اسم و ولد جناب شما بود. تاریخ هم بزده بودی، امضا بکده بودی. یا تاماد؟ مه؟ بله. مه؟ بله. مه؟ بله شما. تو رو به خدا بچه خاله کسی خبر نشه که آبرو میره. شد کسی نبود. سر پوز خو مالچم پیچوندم. سوار شدم ملی بس. تو رو به خدا کسی خبر نشه که آبرو میره بچه خاله جان. باشه چشم. به کسی نمیگم که تو بروی چوکی ملی بس یادگاری نوشته کرده بودی. نه اور که نمیگم اصلا نباید کسی خبر شه که ملی بس شیشتم. ما بین مردم رو آبرو داریم. کسی خبر شه که ملی بس شیشتم که رو آبرو ما میره. تو میفهمی که اون موتور از 2010 کمتر باشه پا خور به تایا نمیگذارم. خیره. اگر مردم خبر شدن بگو ملی بس 2012 بوده.